سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بخش دوم رو از شهر زیبای یزد مجدد در خدمتتونم و ادامه بحث فاصله ها رو با هم خواهیم داشت و فاصله ها رو با هم بررسی خواهیم کرد. بحث فاصله ها در موسیقی رو یک مرور کوتاهی بکنیم. چیزایی که گفتیم که فاصله ها یا اینتروال، فاصله و یا اسکیل و یا گام یا اون قیاسی که مد نظرمون هست که در موسیقی باید داشته باشیم. گفتیم نشأت گرفته از دو قسمت بود. اینکه دو نوت با همدیگه همزمان شنیده بشه فرکانسشون، به طور مثال گفتیم دو و می همزمان با همدیگه شنیده بشن، یا اینکه در پی همدیگه شنیده بشن. دو و می باز دوباره اول دو شنیده بشه و در پی اون بلافاصله فرکانس می شنیده بشه. گفتیم بدین شکل ما چند اینتروال داریم. دو نوع اینتروال داریم. اینتروال هایی هستن که هارمونیکن و اینتروال های ملودیک. اینتروال های هارمونیکو که همزمانی با هم دیگه داشتن گفتیم برمیگرده به کوردها و تترا کوردها و چند کوردها، چند نوتی ها، اینها شنیده میشن. بحث ملودیک ها از منشأشون و نقطه ثقلی که پیدا میکنن و جایی که شکل میگیرن و توالیشون به وجود میاد، از توالی اونها گام ها به وجود میاد و ما میتونیم گام ها رو از این نقطه به نوعی شناسایی کنیم. اینکه اساساً گام ها به چه نوعی بودن و از کجا به این منشأ رسیدن و چه اتفاقی واسهشون افتاد، توالی نوت هایی بودن که با ابتدا و انتهای یکسان به وجود اومدن. گفتیم تکرار 7 نوت پیاپی با تکرار اولین نوت در آخری، یعنی 7 نوت پیاپی رو تکرار بکنید پشت سر هم دیگه و نوت اول رو در نوت هشتم تکرار بکنی شما. پس اون هم بحث گام ها بود. بحث گام ها رو گفتیم گام های ماژور داریم که مفصل بررسی کردیم. گفتیم اشل گام های ماژورمون 2 پرده، نیم پرده، 3 پرده، نیم پرده است. چرا و چگونگی‌هاشو با هم دیگه بحث کردیم، فاصله های بینشون رو، و گفتیم که فاصله بین هر نوت از درجاتش به چه شکل خواهد بود و همه رو با هم دیگه قیاس کردیم. گفتیم یه سری از فواصل هم یک نامگذاری خواهند داشت. نامگذاری بسته به نوع و جنس و حالت اون فاصله هاست. گفتیم واردش نمیشیم، ولی تا اونجایی بدونیم که اینها یک نامگذاری دارن و اسم اینها چیه. فاصله یکم، چهارم، پنجم و هشتم رو گفتیم فاصله درست یا پرفکت میشه. فاصله دوم، سوم و ششم و هفتم رو گفتیم فاصله بزرگ میشه. و اونجا گفتیم یه قانون رو به یاد داشته باشیم که اگر ما یک فاصله درستی رو، پرفکتی رو، نیم پرده ازش کم بکنیم، این فاصله کاسته خواهد شد و نیم پرده بهش بیافزاییم، این فاصله افزوده خواهد شد. در مقابل فاصله بزرگ ما وقتی که نیم پرده ازش کم میکنیم مینور میشه. این اتفاق بدین شکل قرار بود رقم بخوره و چیزی که محفوظاتی که ما تو اون 15 دقیقه رو به قبلی خواهیم داشت. اینجا میخوایم چی بررسی کنیم؟ اینجا میخوایم نامگذاری هر کدوم از درجات رو برگزاریم. بحث درجه ها و بحث فاصله ها با هم دیگه دو نوع متفاوت. فاصله بین دو نوت رو داریم ما اندازه گیری میکنیم. درجه همون نوت پایه رو به عنوان مثال در یک گام داریم بررسی میکنیم. فرض کنید که گام دو ماژور وجود داره، از نوت دو تا نوت دو بدون هیچ علامت عرضی یا علامتی که باعث تغییر بشه دوره می فا سول لا سی دو وجود داره. حال ما نگاه میکنیم میبینیم که درجه اول اون، درجه یکمش که نوت خود دو هست، نامگذاریش به چه شکل، این رو میخوایم بررسی بکنیم. درجه اول رو بهش میگن تونیک، درجه دوم رو بهش میگن سوپر تونیک، درجه سوم رو بهش میگن میدیانت
درجه چهارم رو که فا میشه بهش میگن ساب دومینانت، درجه پنجم رو میگن دومینانت، درجه ششم رو میگن ساب مدیانت، درجه هفتم رو لیدینگ نوت بهش میگن. حالا چرا ما باید اصلا این درجات رو بدانیم و اینکه اسامی هر کدوم از این درجات به چه درد ما میخوره؟ ما قرار هستش که استفاده بکنیم از این پیش زمینه و از این پیش فرضای خودمون برای اینکه شناسایی بکنیم فاصله های هارمونی اینها رو نسبت به هم دیگه. عرض کردم خدمتتون که در تئوری موسیقی یا پیش نیاز اون برای بحث هارمونی احتیاج هستش که مقدماتی رو آگاه باشید از فاصله ها، از گام ها و از کلیه مواردی که داخل این بحث و گفتمان ها وجود داره، برای اینکه بتونید راحت‌تر درک بکنید مقدار و میزانی که اصوات روی همدیگه با هم یک همنهشتی رو دارن و با همدیگه یک صدایی رو تولید میکنن. اینجا ما احتیاج داریم که در مرحله اول و گام نخست این فاصله ها رو بدونیم، این موارد رو بدونیم و این اتفاقات رو درک بکنیم. در درک اینها نباید کوتاهی کرد. پایه و اساس مراحل بعدیمون یا مراحل آیندهمون به نوعی این خواهد بود و اصرار و احساس من بر این هستش که اگر ما بتونیم این مرحله رو به خوبی بگذرونیم، در مراحل آتی هم میتونیم راحت‌تر بحثمون رو ادامه بدیم. بعد از اون و در پیشفرض اون بحث گفته میشه که آیا فقط اینتروال ها در قالب این 8 نوت تکرار میشن؟ یعنی ما اینتروال ها رو میتونیم فقط در داخل این 8 نوت ببینیم و بشنویم که این شکلی نیست. یه سری کامپوننت اینتروال هایی هم داریم که این اینتروال های بسیار جالبی هستن، ولی خب اونها هم به نوعی قیاس میشن با اینتروال هایی که از قبل ما بلدیم و یاد گرفتیم. اول اینکه قرار شد ما در جلسه قبل گام های ماژور و گام های مینور نسبی هر کدوم از گام های ماژور رو کشف بکنیم، پیدا بکنیم. این مورد رو از الان مد نظر داشته باشیم. بسیاری از شما میدونید، بسیاری از دوستان دیگه در جریان این موضوع هستن. این کشف و رونویسی و دیکته هر کدوم از این موارد به درک و بهتر یافتن موارد جلوتر بسیار کمک میکنه. یعنی ما اگر بتونیم این موارد رو دیکته کنیم، کماکان مرور کنیم با خودمون و اینها رو هی مدام بتونیم ریویو بکنیم، به ما کمک میکنه که توی مراحل مختلف بعدی بتونیم بیشتر کار بکنیم. کامپوننت اینتروال ها مواردی هستن مثل فاصله نهم، فاصله دهم، فاصله 11 و غیره و یا فواصل بیشتر. مهم نیست، مثلا ما یک فاصله رو در نظر بگیریم، اگر تازه سازمون هم اجازه بده، فرض کنیم که بر روی پیانو یک فاصله 17 رو در نظر بگیریم. برای اینکه بتونیم این فاصله 17 رو تشخیص بدیم که آیا این فاصله درست است، کاسته است، افسوده است، مینور هست و یا ماژور، بهترین حالتش این هستش که ما این فاصله رو بیاریم و تبدیلش بکنیم به یک فاصله شناخته شده تر، یعنی بیاریمش در قالب فواصلی که میتونیم بشناسیمشون. بهترین راه حلش اینه که ما بتونیم این فواصل منهای 8 بکنیم، فاصله‌ای که به دست میاد رو میتونیم حدس بزنیم. مثلا فاصله دهم رو ما 7 ازش کم میکنیم، منظورم 8 فاصله است ازش کم میشه، میبینیم میرسیم به فاصله 3. یعنی این که من اگه یک فاصله دهم برای شما مثال بزنم، 2 تا می اکتاو بعد، این میشه فاصله دهم. این رو مثال زدم واسهتون. این فاصله انگار که همون 2 تا می خودمون هست، در نتیجه این فاصله دهم فاصله دهم بزرگ هست و ما این رو به عنوان فاصله سوم هم میشنویم. البته فرکانسش 1 اکتاو
زیرتر شده. پس عملاً این اتفاق به این شکل میفته که ما یه فاصله بزرگتر از 8 داریم، اون فاصله رو منهای 7 میکنیم، یک فاصله رو داریم منهای عدد 7 میکنیم، انقدر منهای عدد 7 میکنیم تا به اون فواصلی برسیم که داخل 8 نوت گاممون وجود داره، یا این 8 نوتی وجود داره که ازش دیگه خارج نمیشه. مثلا اگر شما فاصله دیگری رو ما بخوایم مثال بزنیم، فاصله 11 هم، فاصله 11 هم اگر مثال بزنیم میشه فاصله درست. چرا؟ به خاطر اینکه ما از 2 داریم تا فا، این هم فواصل رو ازش کم بکنیم همون 2 تا فا پایینمون به حساب میاد، در نتیجه این همون فاصله 4 که تبدیل شده فاصله 11 هم. حالا استفادهش چیه، چه اتفاقاتی میخواد بیفته و قص علا اینها رو باید در مراحل جلوتر بیشتر راجبش با هم دیگه صحبت کنیم. فقط این که کشف اینها چیز پیچیده‌ای نیست. اگر کسی بهتون گفتش این فاصله ها چه شکلی حساب میشه، این فاصله درست هست، کوچک هست، بزرگ هست، یا اینکه افزوده یا کاسته هستش، شما بلافاصله میتونید اینا رو به این روش تشخیص بدید. میرسیم به فواصل کنسونانس و دیسونانس، فواصل مطبوع و فواصل نامطبوع. خیلی مهمه که ما بدونیم که اینها الان دیگه این نگرش رو ندارن و این نگرش درشون وجود